در شب آخرین بازی خانگی همه چشم‌ها به مردی دوخته شد که سالها شادی و افتخار را به یک ملت هدیه داد. لیونل مسی. او بار دیگر درخشید. با گل و جادوی همیشگیش، اما این بار لبخندها رنگی از غم داشت. مسی گفت شاید دیگر در جام جهانی حاضر نباشد. گفت اگر حس خوبی نداشته باشد به میدان نخواهد رفت. کلماتی ساده اما سنگین. پایان یک رویا شاید همینجا رقم بخورد. مسی در زمین مثل همیشه قهرمان بود، اما بیرون از زمین انسانی است که با قلبش تصمیم میگیرد. شاید این آخرین خداحافظی در خانه بود. شاید آخرین لبخند برای هوادارانی که سالها عاشقانه او را ستودند. و حالا دنیا منتظر میماند برای دانستن اینکه آیا لئو باز هم در بزرگترین صحنه فوتبال جهان خواهد درخشید یا این غروب آرام پایان راه افسانه‌ای جاودانه است.